یک نماینده بلندپایه بانک جهانی میگوید طرح کاسه هزار که اجرای آن روز 12 می در تاجیکستان رسما شروع شد برای رشد اقتصادی تاجیکستان و ثبات در افغانستان همسایه مهم است. انیت دیکسون معاون منطقوی بانک جهانی دیروز ضمن صحبت درباره بنیاد خط بلند شدت برق بین تاجیکستان و پاکستان گفت طرح مذکور یک منبع دائمی درآمد برای تاجیکستان و قرقیزستان می شود و برای رشد اقتصادی افغانستان و پاکستان هم مساعدت می کند. طرح مذکور را رهبران 4 کشور رسما آغاز بخشیدند و انیت دیکسون در سوال درباره اهمیت طرح به خبرنگاران گفت This project is very important because it brings 4 countries together to help این them طرح solve. خیلی مهم است چون که 4 کشور را به خاطر حل مسائل انرژیشان به هم می آورد. در تاجیکستان و قرقیزستان میزان برزیاد استحصال نیروی برق در موسم تابستان مشاهده می شود. آنها امکان دارند که از حساب صادرات نیروی برق اضافگی موسم تابستان به کشورهای آسیای جنوبی یعنی افغانستان و پاکستان برق ارسال کنند. این کشورها تابستان با کمبود نیروی برق روبرو هستند. آنها حق این برق را به قرقیزستان و تاجیکستان پرداخت میکنند. درآمدی به دست آمده میتواند برای تقویت نظام انرژی این کشورها بخصوص برای حل مسئله کمبود برق در موسم زمستان در این کشورها روانه شود. طرح کاسه هزار نه تنها به فایده 4 کشور شرکت‌دار این پروژه است بلکه امکانیت‌های وسیع را برای راه‌اندازی تجارت در این قلمرو باز می‌کند و کشورهای آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی به هم می‌آورد. این طرح افغانستان را به عنوان یک کشور ترانزیتی معرفی می‌کند و از این راه آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی می‌پیوندد. در آینده به این طرح کشورهای دیگر هم می‌توانند همراه شوند. سوال دیگر از معاون مدیر بانک جهانی درباره کمبود نیروی برق در خود کشورهای آسیای مرکزی و هم امنیت در افغانستان بود. Well, firstly, this project will use the surpluses in the summertime. طوری گفتم طرح انتقال نیروی برق برزیاد در موسم تابستان را در نظر میگیرد. درآمدی که از فروش این برق به دست می آید برای تاجیکستان و قرقیزستان امکان می دهد که برای حل کمبودی‌های انرژی این کشورها در موسم زمستان مصرف شود. نیروی برزیاد تابستانه برای آسیای جنوبی روانه می شود. طرح در فرصت بین ماه‌های مای تا سپتامبر عمل می کند. افغانستان طوری گفتم یک کشوری ترانزیتی برق می شود. در محل‌هایی که خط برق می گذرد جامعه‌های محلی امکان استفاده از این نیروی برق را خواهند داشت. یعنی از این برق همه مناطق و جامعه‌هایی که در خط برق گذر جای گرفتند استفاده خواهند کرد. مصاحبه معاون رئیس بانک جهانی از مراسم آغاز تطبیق لایحه کاسه هزار را در وبسایت azadi.org ببینید.